ولی میدونم آجی تو طریقت الله باشی مهربانتر میشی، لطیفتر میشی، با معرفتتر میشی. من یه چیزی رو میگم، این وصیت من به شما، این وصیت من به شما باشه. من نصیحت نمیتونم بکنم چون خیلی کوچیک‌ترم از این حرفا. وصیت میکنم به شما به نام نامی الله که هر چه دارم از توست. خب من از گذشته خیلی تاریک اومدم، خیلی تاریک‌تر از اون چیزی که شما تصورشو میتونید بکنید، ولی الان خدا درمانم کرد و خدا منو برای من خواست. خودتون رو درمان کنید، خودتون رو درمان کنید تا دیگری به خاطر تو درد نکشه. این که من همش میگم تو خلوت، وقتی که این شکلی شد زندگیمو، این اتفاقا برام افتاد، درمان دارم میکنم که کسی به خاطر من درد نکشه، بره درگیر درمان کردن خودش باشه. من خودمو دارم درمان میکنم که دیگری رو درمان کنم. خودتون رو درمان بکنید، خودتون خوب بشید که این دنیا بدیتون به کسی نرسه، دل شکوندنتون سهمی کسی نباشه. خودتون رو درمان نمی کنید که دل میشکنید، خودتون رو درمان نمی کنید که دروغ میگید، خودتون رو درمان نمی کنید که دردهاتون و کینه هاتون و نفرت هاتون و خلاهای وجودتون رو میری سر بقیه خالی میکنید به خاطر شهوت و خشم و حسادت و کینه و نفرت و آرزوهاتون. درد میدید به آدما که آدما درگیر درمان خودشون میشه. خودتو درمان کن. من میگم خودم اذیت میکنم، کسی اذیت نکنم. من خودم، تو اگر خودتو درمان نکنی پدر بدی میشی حاجی، مادر بدی میشی، رفیق بدی میشی، دوست دختر دوست پسر بدی میشی، کاسب بدی میشی، آدم بدی تو اجتماع میشی، آدم معروف بدی میشی. ولی خودتو درمان کن که بچت، که رفیقت، که ناموست، که آدما، که روزگار به خاطر اینکه تو خودتو درمان نکردی از تو درد نکشن. چون اگر درد بکشن حالا اونا باید برن دنبال درمان. تو دل یکی رو میشکنی، حالا اون باید بره خودشو درمان کنه. بشین یه گوشه خودتو درمان کن که بچت درد نکشه، رفیق درد نکشه. یار نیستی اوکی آقا، بارم نباش. دل به دست نمیاری، دلم نشکن، عیبی نداره آقا. یه سری چیزا رو پیشو به تنت بمال، تنهایی رو به تنت بمال، مشکلات و گرفتاری‌ها رو، آرزو، 4 تا آرزو هم داری آقا، این تو خفش کن آجی. یه جایی دنبال اینی که تو حق با تو یا حق با دیگری، مقصر تو یا مقصر دیگری. یه جایی حق با توه، ولی واسه این که یک اتفاقی افتاد، اون که مقصره ناراحت شد، خشمگین شد و اون اتفاق رقم زد، باز تو خودتو گناهکار و بد میدونی. حق با تو، تو اون اتفاق، تو اون مشکل، تو اون غم، تو اون شر، تو اون دعوا، تو اون هر چی که هست، حق با توه. میگه حق با منه. آره، ولی چرا وجود من، چرا یک موقعیتی، چرا یک اتفاقی باعث شد که اون آدم این کارو بکنه؟ وگرنه درمان نکنی دردتو میدی به دیگری. همه درد دارن، تو هم 10 تا درد میدی بهش. یارو گم میشه تو این تاریکی، گم میشه با غمی که تو بهش میدی، با دردی که تو بهش میدی، با دل شکوندنی که تو بهش میدی، با سوء استفاده‌ای که تو ازش میکنی. یارو گم میشه تو این عالم، به خاطر تو گم میشه. وقتی به کسی رنج بدی، رنج خواهی دید. در اوج امید، در اوج شادی تو رنج خواهی کشید. دل شکوندی، کسی رو ناامید کردی، تو اون امید زندگیت ناامید میشی. تو اون شادی زندگیت رنج میبینی، تو اون موفقیتت شکست میخوری. خودتو درمان کنی. این وصیت من به تو، این وصیت من به تو. خود را کشتم و درمان خود کردم. اینه داستان.